رفیق، هیچ پزشکی دوست نداره که تو این ویدیو رو ببینی. دلیلش هم اینه که درمان اکثر بیماری‌ها در بدن خودت وجود داره. حتما شنیدی که میگن پا قلب دوم انسانه و بر اساس علوم کهن باستانی یک سری نقاط رفلکسی روی پای شما وجود داره که با فشار دادن اون نقطه، اون بخش یا عضوی که از بدنتون دچار بیماری و مشکل هست شفا پیدا میکنه. به عنوان مثلا مغز، اعصاب سر، گردن، گلو، چشم، گوش. زمانهایی مثلا که انرژی ندارید، عصب گوش، سرماخوردگی، قلب، شانه، ریه، غدد تیموس، غدد تیروئید و پاراتیروئید، گردن، شبکه خورشیدی، طحال، معده، ستون فقرات، کلیه، روده بزرگ، مفصل ران و زانو، بواسیر، کلیه، کمر. هر زمان هر کدوم از این مشکلات رو داشتی، کافیه روزی فقط 5 دقیقه اون نقطه مربوط به اون عضو رو فشار بدی و بعد از یک مدت میبینی که کاملا التیام پیدا کردی. حتما این ویدیو رو سیو بکن که این نقاط فشاری رو داشته باشی و این ویدیو رو هم برای کسایی که ممکنه بهش احتیاج داشته باشن بفرست که راه درمان اونا رو هم بهشون گفته باشی.